سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به قسمت 11 از دوره ادیتور شو. دانیال شهباز هستم از کانال دانیال تیوی و توی این قسمت میخوایم با هم دیگه بریم و با صداها آشنا بشیم که چجوری میشه تنظیمات صدا رو اعمال کرد و تغییرش داد و ازش توی ادیت ها به خوبی و به درستی استفاده کرد. خب ببینید، من الان اینجا یه ویدیو ترک اضافه کردم، یعنی توی سورس مانیتورم اضافه کردم. میام اینو درگ میکنم، ببینید توی لاین ویدیو اضافه شد و هیچ صدایی نداره. اگر شما دقت کنید توی بخش آدیو، اینکه این سه تا هستش، علامت میکروفون هم داره، خالیه، هیچ صدایی نداره. یعنی من اگه اینو خروجی بگیرم بدون صداه. میام و یه صدا رو ببینید، صدا آیکونش این شکلیه. اگه من روش دابل کلیک بکنم، این توی سورس مانیتور من باز میشه به این صورت و اگر بیام اینو درگش بکنم ببینید توی لاین آدیو اضافه میشه. من این رو نمیتونم بیام توی لاین های ویدیو اضافه کنم، ببینید علامت ممنوع داره، ولی وقتی بیام پایین روی آدیو میتونم اضافهش بکنم به این صورت. بذارید من این ذره زوم بکنم روی آدیو که بهتر ببینیدش به این صورت. خب ببینید این صدایی که من الان اضافه کردم یه صدای استریوه. یعنی چی؟ یعنی کیفیتش خیلی خوبه، با 2 تا کانال ضبط شده، L و R داره، یعنی لفت و رایت. مثلا یه موقعی هست که شما داری یه آهنگ گوش میدی، مثلا با هندزفری وقتی که گوش میدی میبینی که یه صدا داره از گوش سمت راست میاد، از اسپیکر سمت راست میاد، یه صدا از اسپیکر سمت چپ میاد. این دقیقا منظورش همونه. این صدای استریوه. اگه صدا مونو بود دیگه همچین حالتی رو نداشت، R و L رو نداشت و صدا از یک کانال پخش میشد به این صورت. فقط اینو بدونید که صدا استریو باشه خیلی بهتره. این خط وسطی که میبینید بهش میگن رابر بند. این خط رو من اگر جابجا بکنم، هرچی بالاتر ببرم، شدت صوت بر حسب دسیبل بیشتر میشه. ببینید وقتی من این رو کلیک میکنم یه عددی اینجا نشون داده میشه، مثلا 3.38 که بر حسب دسیبل شدت صوت رو به من میگه دیگه. ماکسیموم شدت صوت 6.2 دسیبله توی پریمیر، ولی مینیمومش بی نهایت، یعنی هر چقدر بخوام من میتونم کمش بکنم صدا رو، ولی ماکسیموم میتونم تا 6 دسیبل اضافهش بکنم به این صورت. حالا یه موقع هم هست که شما نمیخوای با رابر بند کار کنی، میای توی افکت کنترلز روی صدا سلکت میکنی، اینجا یه بخش داره به اسم والیوم، حالا ولوم یا والیومه، معمولا میگن والیوم. اینجا یه بخش داره به اسم لول. این لول همون رابر بنده. شما اگه اینو کم و زیادش بکنی کاملا مشخصه. ببینید من الان اینو گذاشتم رو 6، گذاشتم رو 3، مثلا اینجاست. ولی تو مثلا منفی 200 خورده‌ای ببرم، ببینید همینقدر. بر حسب دسیبل از اینجا میتونید به صورت دستی تغییرش بدید. از این بخش تایملاین هم میتونید این کارو انجام بدید، یعنی شدت صوت رو میتونید تغییر بدید. یه موقع هست میخواید مثلا کی فریم بزنید، مثلا از این ثانیه تا این ثانیه صدا کم بشه، اینجا کی فریمه، میریم مثلا جلوتر دوباره یک کی فریم دیگه میزنیم، میگیم وقتی به اینجا رسید صدا کلا بسته بشه. از اینجا تا اینجا ببینید یه خط با شیب منفی ایجاد کرد که صدا کم میشه به این صورت. اگرم نخواهید که اینا رو پاک میکنید. خب ببینید توی تایملاین من اگه اینو یه ذره کوچیک‌ترش بکنم، اینجا یه دونه دکمه داره به اسم میوت ترک. من اگه اینو بزنم به هیچ عنوان دیگه این صدا پخش نمیشه، کاملا میوت میشه و اصلا دیگه ازش توی ویدیو ترک استفاده نمیشه. و اگه اینو خاموشش کنم برمیگرده به حالت قبلی. بغلش یه دونه سولو ترک داره. این چیه؟ من اگر اینو فعال بکنم فقط همین یه دونه ترک پخش میشه و هر چی صوت دیگه توی تایملاین باشه غیر فعال میشه. فرقش اینه. یه موقع است میخوام فقط همین یه بخش رو گوش کنم، اس رو میزنم، فعالش میکنم، فقط به صورت سولو، یعنی به صورت تکی همین یه دونه آدیو رو میشنوم. و اگرم غیر فعالش کنم که دوباره همه با هم دیگه، همه صوت ها با هم دیگه فعال میشه.
حالا یه موقع هست که من چند تا آدیو دارم، بذارید من یه آدیو عین همین اینجا اضافه بکنم به این صورت، یه دونه هم اینجا مثلا. خب مثلا 3 تا آدیو متفاوتن، حالا من اینجا یه دونه آدیو بیشتر اضافه نکردم. یه موقع هست که من تغییرات رو روی این آدیو اعمال کردم و دیگه واقعا حوصله میخواد مثلا نیم ساعت بشینی تغییرات رو روش اعمال بکنی، کاراشو انجام بدی، بعد واسه بقیه آدیو ترک ها هم بیای دوباره 2 ساعت همین کارو بکنی. منطقی نیستش. چیکار میکنیم؟ میایم روی این آدیومون یک کلیک راست میکنیم و از اینجا گزینه کپی رو میزنیم. میایم روی آدیو مورد نظرمون که میخوایم تغییرات جدید روش اعمال بکنیم، دوباره کلیک راست میکنیم، گزینه paste attributes رو میزنیم. وقتی این گزینه رو بزنیم هر چیزی که ما میخوایم تغییرات اعمال بشه یه پنجره برامون باز میشه، والیومش، چنل والیومش، پنرش، تیکش رو میزنیم، اوکی رو میزنیم، هر چی که اونجا بود اینجا هم اعمال میشه. یا هم میتونید مثلا بیاید روش سلکت کنید از افکت کنترلز، بیاید همه اینا رو با هم دیگه سلکت کنید، والیوم و چنل و پنر که حالا ما اینا استفاده نکردیم، کنترل سی بزنید روی کیبوردتون، بیاید دوباره روی آدیو دیگه‌تون سلکت کنید، از بخش افکت کنترلز کنترل وی رو بزنید، خودش سلکت میشه. اینم هستش، راه دیگه‌ش بود. هر کدوم که راحت بودید و میتونید استفاده بکنید. یه موقع هست که شما تعداد خیلی زیادی آدیو دارید و ممکنه گیج بشید که این آدیو که من الان دارم اینجا میبینم کدوم یکی از اونایی بود که من اینجا اضافه کردم و هیچ. اگه روش نگه دارید به مدت چند ثانیه ببینید اسمش رو اینجا مینویسه The Gentleman DivKey.mp3، تایمش رو، یه سری مشخصاتش رو مینویسه مثلا. و اگرم میخواید که اسمش رو ببینید کافیه بیاد روی این آچاره توی تایملاین کلیک کنید و تیک شو آدیو نیمز رو بزنید که اسمش براتون این بالا نشون داده بشه به این صورت. خب فعلا تا همینجا کافیه. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. لطف کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. سلامت و شاد باشید تا قسمت بعدی. فعلا.